اگه با یه نفر توی یه زمین شریکی و شراکتتون به صورت مشاعه، یعنی هر کدوم سند مرزبندی شده و تفکیکی و مجزا ندارید، هر کدوم مثلا 3 دنگ از کل زمین رو صاحبید، آیا میتونی سهم شریکت رو مالک شی بدون اینکه باهاش معامله کنی؟ آره، شدنیه. در صورتی که شریکت سهمش رو بدون اطلاع شما به شخص دیگری بفروشه، اون وقت شما میتونی وارد شی، به خریدار مراجعه کنی، پولی که پرداخت کرده رو بهش بدی و مالک سهم شریکت شی. به این میگن حق شفعه. وقتی شراکت به صورت مشاع باشه، مشاع یعنی چی؟ یعنی مرزبندی مشخص نشده، افراز نشده به اصطلاح، و مثلا 3 دنگ از زمین رو شما صاحب هستی. وقتی این اتفاق بیفته میتونید قانونا بدون اینکه اختیاری داشته باشه خریدار، پولشو بهش برگردونی، صاحب سهم شریکت شی. به همین راحتی عزیزم. دونستن موارد حقوقی و مطلع شدن از یه مشاور آگاه خوبیش اینه. آره عزیزم.